مدیا بریتانی دبیجه دنوا چند مهین بیده و ریوبری خسر و حکومت شامی لسر هنک خال سیاسی لحف بکن. جوینه که برفره یا پارتیال بعض چی بویه و سروک سوری بشار الاسد سروکتی و جوینه کریه جداره که جوه پارتیه جناوا جوینه گوتیه کنیت اسد هیا لقل ریوبری خسر بده و بستینه اون لحف بکن. او جدار دیار دکه و اسد دخوازه بریا عسکری بریوبری خسر ندو نستینه دخوازه چاره سریا پرسکری کان برین سیاسی به. سروک سوری دیار کریا که چاره سری به سالان دریج نکه لیدبک و چند مهان دریج بکه. بر پرسا پیوندین در و یا ریوبری خسر الهام احمدی گوت دنابر وان و حکومت سوری ده پیوندی هنه نامه دچنو تین لی بحثا ناوروکا وان پیوندی وان نامه یا نکر. فورم که عشیرت عربی لباکور رجلات سوری بریوه دچه دیدار فورم با خفتنا هفسروک انجمن جیکاری ریوبری طلعت یونس دست پیکر پشترا هفسروک مسده مجلس سوریه دموکراتیک محمود مسلط آخفی گوت آرمانجا جوینی اوه که همو پیکاتین سوری آلوزیا ولات خواه به دیالوگ چاره سر بکن. دازانین که پروژه یا مسده لسوری یا هری باشه. دوی فرمه ده فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک مظلوم عبدجی بشدار بو آخفتنک پیشکش کرد. عبدی ده آخفتنک خدا گوت بی اعترافا به سازین سربازی و ایداری ریوبری چارەسەری لسوری چه نامه. فرماندار گشتی هسده دیار کرد و افکاری وان لگل هفپیمانی ناف دولتی به سرکشی امریکا ده شر الدجی داعش ده بردوام دکه. مظلوم عبدی ده بیجه او بحمو آلیان را لدجی تندو تجیینه ده ناوا وان دا ترکی جی او ناخوازن شر وان لگل ترکی همه. مظلوم عبدی دبیجه دستی وردان هرمی صدما سرکه یا کور کرنا کریزا سوری. فرانسا سه افسر سوری به سوی کشتنا ده اندام مالبات که سوری که اندام و مالبات هلگرین ناسنامه یا فرانسی بون محکمه دکه دادگاه دکه او محکمه به اوایی که غیابی بریبه چه یعنی او کسی که هاتنه توان بار کرن افسرین سوری بشتاری دادگاه نابل دادگاه ده بیجه او سه افسرین سوری بر پرسین گرتن و کشتن دو اندام مالبات که سوری بون لزندان مزه لشامه او افسر کینه ین کتنه محکمه کرن یک جوان علی مملوکه گلکی نافداره سروک بری انجمن آسایش سوری اونها روشکار امنی سروک سوری بشار الاسد یه دویم جمیل حسنه سروک بری استخبارات عزمانی لسوری یعنی امن جوی او جیگلکی خطر امن جوی افسر سیم جی لیوا عبدالسلام محموده بر پرس بری لپرسین تحقیق ده زندان مزیده بوه یا عسکری او جی گریدای استخبارات امنیه یا امن جوی استخبارات عزمانی هر دو کسی که هاتنه کشتن جی مالبات دباغن مالبات که ناسکریه لسوری باوه که کروینه ناوه باوه مازن دباغه ناوه کروی جی پاتریکه هر دو جی همولاتین فرانسانه جه آلیه و استخبارات سوری و هاتنه کشتن حال فرانسا تینه محکمه کرن کجاری یعنی او کسی که من بحث وان کرن لدادگاه که پاریس سه افسرین سر به حکومت سوریه بتهمت کشتن سه کسان جمال باته که به اصل سوری هلگره ولاتینامه فرانسی غیابی تین دادگاه کرن. رونشتنا یکم آدادگاه درباره به دوسیه ده بداوی بو. پارزر مافناسن پیوندیدار و مالباتا قربانیان به هیوین مزگینیه که خیریج دادگاه ببهیزن.
اگر یادداشتنامه دست سرکردن درکت افتوی واتیا کو برپرسین رژیم سوریه نکارن به آزادی لولات اروپای گشته بکن وکونها عمل دادگاه تاوانان آناف دولتی دبینن دبکو دسبروجه ده اف یک چه ببه فرمانن دست سرکردن زیده گرنگن لدجی آزادیا چونو هاتنه لورا اف پینگاف و زیده به باندور به داکو اف برپرس هست به انجام کریارن خو بکن. هرسي قرباني جمالباتا دباغن قود 2013 ده زندان مزيدة جعالية استخبارات سوريا و هاتبون كشتنو 2018 ده حكومة سوريا بلغنامية جانج دستان وان بلاف كربو عبايد الدباغ دبيجا تشتكي قلكي جرينجا بربرسن تاوانكار ان حكومة سوريا لدربة بين دادگه كرن از باور نکم د داویا و دادگهکردن دا جه و شرطن آوی بزانبم آن چاوا مریه از نزانم کاویه که بزانبم آن نا دبکو امراستیان پشت را بزانبن لین ند دما و دادگهکردن دایه از بهیوی من رژیم به شرمزار کرن او دوی برای شرمزار کرن وان سه افسران به شرمزار کرن کسو کارن قربانیه شر نفخوی سوریه و مافناسو پارزر درباره تاوانکاران داد بیجن آرماجا دادگهکردن ناتول هلدانه تنه بیک آنینا داد پروریه و وکرنا دریه آشتیه و بیک وجیانیه لسوریه أنا أكيد حلمي خونا منا هری مزن کو حمو تاوانکار بین دادگه کرن نتنین رژیمه دوی تاوانکار حمو آلیان شرکر لسوریه بین دادگه کرن المفروض يتحاكم سالن داویده لچند ولات یکیتیا اوروپای هجمارکه افسرین ارتش و استخبارات سوریه گودوزین کشتنا خلک سیویل ددما شر نفخوی سوریه ده دیجیوان هاتنه تومار کرن دادگه کرن وان بردوامه لولو خان روداو